این 3 ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان برکات بسیار نصیب انسان‌هایی که می‌توانند استفاده کنند از این برکات شده است و البته مبدأ همه مبعث است و دنبال او تمام جهاتی که هست. در ماه رجب مبعث بزرگ و ولادت مولا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و بعض ائمه دیگر، و در ماه شعبان ولادت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و ولادت حضرت صاحب ارواحنا له الفدا، و در ماه مبارک نزول قرآن بر قلب مبارک پیغمبر اکرم بوده است و شرافت این 3 ماه در زبانها و در بیانها و در عقلها و در فکرها نمی گنجد و از برکات این ماه‌ها ادعیه‌ای است که وارد شده است در این ماه‌ها.